هر فرد دارنده یک مهارت خاص است، به شرطی که او مهارت خود بشناسه. مثلا اگر تو مهارت داشته باشی مثلا یک مهارت دکتر شدن را داشته باشی و تو کوشش کنی که من حیث شاروخ خان باشی و مثل شاروخ خان باشی، تو نمیتونی. از او خاطر آغاز بایدی باشه که من کی هستم، مهارت هایم چیست و زندگی خود چی میخوایم. شما 3 سوال خیلی اساسی را باید در ابتدا از خود داشته باشین. کی هستم، چی مهارت هایی دارم و چی میخوایم. وقتی این 3 سوالتان جواب شد، بعد از شما میرین به استپ 2. وقتی سوال میکنین کی هستم، خب من جواب میدم که من یک دکتر هستم. چی میخوایم؟ میخوایم مردم نجات بدم. اوکی. چطور میتونم؟ اینا اهداف تعیین میکنم. میخوایم که درسای ما باید بیشتر بخوانم، عملیات های ما باید بیشتر کنم، پول من باید باشه تا ما بتانم پیش برم. پس اول استعداد خود باید شناسایی کنین، نظر به او هدف تعیین کنین و این هدفتان از 1 الی 2 باید بیشتر نباشه. وقتی تو میگی مهارت خوب در صحبت کردن دارم و چهره‌ام زیباست، پس من میتونم یک ژورنالیست باشم و در این حالت میتونم یک سیاستمدار باشم، کافی است.